آقا واقعیت امر اینه که من هیچ وقت خودم آدم فقیری ندونستم، نمیدونم و نخواهم دونست. حتی زمانی که کارتون خواب بودم، هیچ چی نداشتم جز بدهی، بازم آدم فقیری نبودم. و اینکه آرزوهامو از دست ندادم، براشون تلاش کردم و اگه فرصتی هم پیش اومد دو دستی چسبیدم رفتم توی شکمش. این تجربه منه. خیلی از دوستانی که توی هنرستان با من بودن، توی دبیرستان با من بودن، توی مدرسه با من بودن، خیلی هاشون میتونن شهادت بدن، فامیلا، دوست آشنا، بدون حمایت مالی کسی من خودم رو تونستم، البته حمایت خانواده همیشه بوده، هست و خواهد بود، خودم رو تونستم به یه جای حالا برسونم. و چون همه رو از دست دادم و با خاک یکسان شدم، الان که دوباره به زندگی برگشتم دلم میخواد هر چی که زندگی برام میاره رو ازش لذت ببرم. به خدا اون زندگی که بعضی اداشو در میارن ما زندگیش میکنیم.